سلام دوستای عزیز، خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ سلامت هستین؟ میگم دوستای عزیز، اینی سیلی است که در سوات و مثلا سوات و خیبر پختونخوا و کشمیر پاکستان آمده بود. اینا ببینین بسیار خرابی کرده، خانه های مردم داخل سیل آمده. اینا ببینین که اونا کل بسته بود دیگه. خداوند از قهر و غضبش نجات بده ما مسلمان را. این خودتون با چشم سر ببینید که چه قسم پول کش کرده میبره. بسیار اکسیل خطرناک بود دیگه. بسیار این زمین ها این پولا همه جای خرابی کرده دیگه. خداوند از قهر و غضبش تمام مسلمان های جهان نجات بده، بخصوص ما مسلمان های افغانستان. یعنی سعی کنین که بسیار از جای بلندی این آمده این کل جای ها رو میبره دیگه. دوستای عزیز، چینل ما تازه است، لطفاً حمایت کنین، سابسکرایب کنین تا دیگر ویدیوی بعدی. الله یار و مددگارتان. لطفاً ما را سابسکرایب کنین. خدا نگهدار. خدا حافظ.